حسنی چیلا من دامت حیرانم که سین سالت بجای رسیده ولی تا حال حلال و حرام فرق نمیکنی. من با شخصیتت کار ندارم، با اعمال ناپسندت کار دارم و گپت میزنم که وظیفه دینی هر فرد مسلمان است، یعنی نهی منکر و بازداشتن از گناه. حسن چیلا ترا به خدا قسم همسر یا دختر و خواهرت در بین اینمی که به قگله به حجاب قهقه و شوخی ها کرده بشینه میفورد؟ باوری دارم هرگیز نمیفورد، چون که میدونی که گناه است یا کمی غیرت داری. شما این خیل کارها را برای همسراتون هرگیز نمیخواهی، اما با زنها و دخترای مردم میکنه و پروای هم نداری. والله قسم اگر همین خیل کارهاتون پنهانی کنه کارتون ندارم، اما وقت آشکارا میکنه و باز بنوار گرفته برای مردم گناهی کردگیتون رکلام میکنه، مجبور میشم که مرم آشکارا شما را زیر انتقاد گیرم و از گناه باز دارم. نخواد در بین اینمی که مردک یک نفر یافت نشوه بگه که همین کار شما حرام است. آلی بود در زیر نوار به غیرتو سر میکنن پشتگیری را. فکر نمیکنن که فاسقان و گناهان کبیره را طرفداری میکنن. والله قسم هر کسی به حجابی زنها را گناه ندانه، در بین مردها ششتن و قهقه کردن زنها را گناه ندانه، بگه هیچ گپ نداره، ما مثل خواهر و برادر هستیم، همین خیل اعتقاد داشته باشه خودش مسلمان نشماره. کسی که این خیل اعتقاد داشته باشه مسلمان نیست، زنش طلاق است، چون که این آشکارا قبول نکردن آیات قرآنی است. اگر این سخن مرا قبول نداره از عالمای دین بپرسی، ولی ایره یقین بدونه که عاقبت شما خیلی خطرناک است. از الله بترسی.